برعکس چه خبر؟ خوش من به یه ویدیو سریع از ما. حالا ویدیو سریع نیده بودیم. چالش حد زدن ملیت دختر. ده. هر کی که برنده شد تو یکی از ویدیوها من هر کاری گفتم باید تو بکنی. اگه تو برنده شدی باز من میگم تو بکن. خب اگه تو برنده شدی تو هر کاری بگی تو یکی از ویدیوها من میکنم. اگه من برنده شدم تو یکی از ویدیوها من هر کاری میکنم جواب میدم. خب باش به این پنجه من الان عکس اول. خب بین کره و چین من کره؟ نه وایسا. خب شاید کره باشه دیگه. اوزیش اگه کره یاد داشته باشی. آخه کره ها همچین سفید پوستن و چیزایی که ما دیدیم تو اینستا اینا کره ها مثلا اینجوری خیلی همچی کوچولو موچولو و ریزه و چشم بادومی. اما ممکنه کره حرف آخر کره؟ تموم. کره فیکس. این چین بود. چینیه دیگه مشخصه چینه دیگه. کره رسول خیلی شبیه کره. اینو بگو. اینو باید بدونیم خدایی. چشماش آبیه. اروپاییه. اروپایی که دیگه آره دیگه. موی بلون. خیلی بد آشنا باشه برات که. چشم آبی. من احساس می‌کنم این خانم برای یه جا دیدمش. کجا؟ نمیدونم. یه جا دیدمش ولی. خب اروپایی آجی میگه اروپا کلی کشور داره کمک بکنه. همسایه ایران یعنی نمیشه خب خیلی سخت. همسایه ایران که رفیقه شاید با ایران. خب چیزه روسیه است. روسی نیست. چرا؟ هست خب. قشنگ گفتن دیگه رفیق ایران فقط. می‌خواستی نگه. این سمت همون میگم باید بگی خدایی. الان که نگفتم هنوز. میگم منظور کشور اون سمتی دیگه یا نه اروپایی بازم نه بابا موهاش قهوه‌ایه شما میشه ایره خب من چی میگم میگم همون سمت اروپا دیگه اگرم بگی واقعا لندن نگاه من نمیگم دیگه الان بعد یکی بگی اینجوری همه اگه اشتباه بود بعد یک حدس دیگه هم بزنم پس منم 2 تا شانس هم یعنی باشه خب لندن نه خب بگو کدوم سمت اروپاه وسطه تقریبا وسط که یه کشور خوبی هم هست آلمان آره آلمانیه ناموسن خیلی چی داری درست میگی چجوری خب آلمان من 2 تا حدس درست داشتم یکی آلمانی بود جرمن این رو که دیگه اگه نگی که هیچ چیزی هست خب اینم شبیه همون بنده خدا روسیه هست یکم چشمای آبی داره این موهاش آجی موهاش میخوره همچی سمت مثلا کشور همسایه ایران نه موهاش نگاه موهای همچین چیزی داره حالت داری داره این موها همین سمت کشور ماه دور و بر ماه از رو حالت موها الان اصلا همون از قیافه بعد دیدیم موها که نه خب موهای این سمت معمولا این احتمالاً توی کشور اسلامی هم زندگی میکنه دارم درست میگم یا نه اگه اشتباه میگم بگو آره دارم درست میگم آره خب اونجایی که من گفتم دارم نباش مثلا رفته باشه جای دیگه نگاه گمراه نکن تو کشور اسلامی زندگی میکنی بنده خدا نمیدونم کجایی که شاید ملیتش یک جا باشه یک جای دیگه در زندگی بود یک جا دیگه نه ملیتش آره خیلی آسونه الان شبیه چیه این نه خب واسه میگم همین سمت کشور دور و بر خودمونه مثلا شاید عربی باشه حتی دبی کشور مگه دبی همون کشور عربستان خب نه ولی تو کشور اسلامی درسته لبنان اسلامیه نه کجایه ایران بابا ایرانی مشخص ایرانی داشت چشم اوبی ایرانی چشم قهوه‌ایه ولی بابا اصلا مشخص ایرانی حال کردی ماهاش حد زدم خدایی آخری نه خیلی شبیه همین که داشت این آخرین گزینه است کدوم قاره است میگی یا نه واسه قاره‌اش بگم تمومه دستم که من گفتم اینجوری دیگه 2 تا حدس بزنم استرالیا نه
استرالیا نیست. خب یه هست دیگه دارم. آره یه آفریقایی که نیست. آفریقایی هم آسیا بسن. آسیایی هم که خب مشخصه نیست. احتمالا اروپاییه. گمراه نکن. یا قاره آمریکا بین آخر میخوره آمریکایی هم باشه. سمت لهستان و مثلا سوئد و اونا. چی؟ سوئد. نه. و چرا گفتی؟ گمراهت کردن. امریکا. من سرویس نگاه. خب من گفتم قاره آمریکا. بعد چی گفتی؟ سمت لهستان و قاره آمریکا. آخر میخوره آمریکایی هم باشه. گفتم یا قاره اروپا یا قاره آمریکا. بعد می‌خواستم برم سمت قاره آمریکایی که یهو گفتی لهستان و سوئد. پس از تنشه 2 تا رو گفتی، 3 تا نگفتی. کاسپلی چیزیه؟ نه کلا همینجوریه. یه بانویه. چقدر آشنای بازیگر نیست. نه جدی ها، این خیلی بهش بازیگر زود سریع. خب خیلی سخته نسبت ما. نه مال تو همشون شبیه هم بودن. باز مال من مثلا از هر گوشه کنار جهانه. این سمت طرف آفریقا اینا شاید. درسته؟ کشور آفریقایی الان چی بگم؟ سمت آفریقا رو چوری حد زدی سمت آفریقایی؟ یعنی یه کمک دیگه قاره آفریقا. خب واقعا هست؟ جدی یاد الکی میگی؟ نه دو قاره کمک دیگه. چون یه کمک قاره آفریقا خب الان یادم نیست کشورشو. تو جام جهانی کشور آفریقایی یاد نیست. آفریقا بگو یه کشور نیست واقعا خاصه. وقت نداره. وقت برنامه داره تموم میشه. لیبی. بابا آفریقا نمیدونم کشور چی کشوری بود. مثلا تو 4 5 لیبی. مثلا تو جام جهانی یه کشور اومد بالا آفریقایی بود مراکش. من نیجریه هم تو آفریقا نه؟ این نیجریه. نه الان اگه بگم میگی من خب میدونی اصلا از بچه آفریقا یادم نیست کشور رو بگم. بگو. مصر تو آفریقا از تبار بانو زلیخا. مصر ما باید اصلا از همین دستبندش مشخصه کدوم سمته. توجه نمی‌کنی اصلا یادم از مصر نبوده. خب این دیگه خیلی آسونه. یعنی دیگه این اگه نگی دیگه واقعا برات متاسف میشه. این اصلا خیلی مشخصه. این همین سمته درسته؟ مثلا مثل تاجیکستان و خیلی مشخصه. گرجستان و اینا دیگه. این یا 2 گزینه بودی درسته؟ من میگم تو بعد بیاره. آذربایجانه؟ نه. ترکمنستان؟ نه. نه خب کجای پس؟ ایشون از افغانستانه. خب 2 تا حدس اشتباه داشتی. بانو شماره 3 برزیل. سرزن همین. نه یه گزینه انتخاب اولم. نه تو الان به استایل استخوان‌بندی و قد کشیدش این دیگه خیلی راهنما بزرگه. قد کشیدش توجه کنه باید بفهمیم کجایه. از رو استخوان‌بندی تو داشت میده کجا بزن قیافه بعد مشخص بازی نامردی هستن. نگاه چه عدل و نهالی داره. اروپاه ها یک راهنما دیگه اگه بگم میفهمی. خوب بکن من تو نقشه کشورش رو بگم دیگه میفهمی. خب اون نه دست چی بود؟ شبیه چکمه است. چکمه؟ دیگه خیلی ترکیه. نه واسه یک لحظه ترکیه اشتباهش. الان واقعا چکمه کدوم کشورش هم چکمه؟ این چیزه بوسنیه. ایتالیا. چقدر آشناه. الان چند تا حد زدی؟ هیچ حد نزدی تا الان. هیچ حد نزدی. بابا خب من خیلی آسون بودیم. من چی اینا؟ این چیزه فرانسه است. حد آخر. نه یک گزینه یکم فرانسه. نه بابا چیکار می‌کنی تو؟ اروپایی که قطعاً دیگه هست. اگه بی اروپایی نباشه هیچ چیزی نه هست. اروپایی. هم بوسنی گفتم. حد آخر. لهستان بهش بخوره راستی. اونم چون سفید پوستی عادت دارن. نه لهستان نیست. کانادا. تو میگی قاره اروپا باز میگی کانادا. اصلا از ریتم دماغش مشخصه. موهای خرمایی و دماغ رنگ پوستش ببین چقدر سفیده. سوئد و دانمارک و خب بگو نروژ و مثلا اون سمت. خب الان یک کشور بگو. از این سه گفتن درست بود؟ نه یک کشور نبی ولی نزدیک. سوئیس. چی یهویی گفتی؟ راستی بابا سوئیس دیگه. اصلا مشخصه. خب راست میگی. نه سوئیس نیست. سوئیس تمام دیگه. کجا هست؟ هلند از مزرعه گل و
عکس شماره آ و خودش که هیچی از پشتش بد. یعنی از اینجا رو من میذاره. یک کشور خیلی با عشقی هم هست، جز 3 کشور آزاد جهانه. از رنگ قیافه‌ش مثلا پوستش برزیل و اون سمت‌ها نه. یکیشو من برزیل میخوام بکنم. از اول برزیل. آره اصلا مشخص بود، اصلا یکم رنگ پوست و بعد موی مشکی مشخص بود. اصلا بکش هم فضا بکش مشخص. حتی 2 تا درست من یکی. خب تو یک ویدیو، تو کدوم ویدیو داشت؟ الان یکی بعد مشخص می‌کنیم. تو یکی از ویدیوها باید هر چی من میگم پس تو گوش کنی. مرسی که این ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعدی